سلام علیکم. سلام سلام سلام. سلام، شب بخیر. حالتون چطوره؟ آخیش. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ شبتون بخیر. شب جمعتون بخیر. ببخشید من جوش زده بودم، از این پمادایی که جوشو خوب میکنه زدم. یه ذره یه جاها این برق میزنه، واسه اینه گفتم همین اول بگم که خودمو دیگه از این تعذب در بیارم. حالتون چطوره؟ خوبید؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. هر کی تو برنامه نیست هیچ. آره اینجا هم بود. یه کار بامزه‌ای کردیم، یه کار جالبی کردم. الان میخواستم ببینم که چند نفر بیدارن، چجوریه قصه. سلام فرید جون قشنگم. سلام یاسین جون. آره اومدم لایو بذارم ببینم چند نفر بیدارن. الان دارم الکی وقت تلف میکنم بشه مثلا ببینم تا چند نفر توی لایو میان که بعد اتفاقی که افتاده رو بگم. سلام 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 سلام. شب آرزوها هم هستش، مثل این که میگن اگه 10K بشه کمه فکر کنم. 8579 8592 یه ذره دیگه بایستم 628 653 بیاین به 8702 10K بشه. آقا یه قصه نه، اتفاق با مزه. ما طبق اون کاندانی که من گذاشته بودم و میدونم الکی لفتش میدم عدده بیاد بالا ببینم تا چند نفر هستن. طبق اون کاندانی که من گذاشته بودم و طبق اون برنامه ریزی که کرده بودیم، فردا جمعه 26 دیسمبر یا 5 دی ساعت 17 5 عصر قرار بود که موزیک منتشر بشه. هنوزم قرارمون برجاست. فقط من خیلی امشب اینجوری بودم که خب 5 دی شد دیگه 5 دی شد دیگه. الان دیگه تو همون روزاییم و به فرید زنگ زدم گفتم فرید 12 شب گذشته، شب آرزوهاست، شب قشنگیه، شب جمعه است فلان. پس فردا ما میخوایم 5 عصر موزیک رو منتشر کنیم دیگه. مثلا از صبح خیلی ها پا میشن، حیف مثلا نشنون و اینا. گفتم که نظرت همین امشب موزیک رو منتشر کنیم. چرا پس برنامه ریزی کردیم این همه؟ اگه 10K بشه میگم، اگه 10K خوبه دیگه. فکر کنم مثلا 10,000 نفر توی یک لایو توی این ساعت 1 و 20 دقیقه شب، اگه 10,000 نفر توی لایو باشن 10K. خب پیشونیم خیس نیست عزیزم. گفتم جوش زده بودم، از این چیزا زدم، از این پمادایی که خوب میکنه زدم. اینجا هم زدم، از اینا زدم که خوب شه. خب خدمتتون عرض کنم که 10K شد. من دلم طاقت نیاورد تا فردا. من دلم میخواستش که شب جمعه خیلی تازه 10 و 4 10 و نیم 10,500 نفر مثلا. موزیک به نظر من وقتشه که الان منتشر شه. به نظر من وقتشه که موزیک قلبمو پس به من بده همین الان منتشر شه. شاید باورتون نشه ولی همین الان تو یوتیوب من همین. نه میخواستم بدونم که چند نفر الان شب جمعه بیدارن. قلبمو پس به من بده، بذار فراموشت کنم.
آتیش تو تنده تو قلبم، بذار خاموشت کنم. قلبمو پس به من بده، بذار مجبور شم ازت. فاصله بگیرم به زورم که شده دور شم ازت. قلبمو پس به من بده، قلبمو پس به من بده، قلبمو پس به من. آخ جون، من میخوام یه کاری کنم. ببینید فردا همون ساعت هم نه فردا چجوری بگم، خدای بهم کمک کن. الان خیلی خستم بعد اجرا اومدم، ولی خب هیجان باعث شد که بخوام این کار کنم. الان اگه بیدار میمونید، من تا چند دقیقه دیگه اون پستی که میخواستم بذارم اینستا رو آماده میکنم. پست اینستا رو میذارم، اون چیزه رو، اون اکولایزر، اون ماشینی که توی یوتیوب میذارم اونم میذارم. یعنی اول اونو میذارم، بعد لینکشو میذارم تو استوری، بعد پست میذارم. شما به پست توی اینستاگرام کلی عشق بدید، شیر کنید، کامنت بذارید، دیگه عشق بدید دیگه، مثل همیشه این که این کار کنید. بعد یوتیوبم برید، اونایی که سابسکرایب دارید یا ندارید اصلا مهم نیست، برید اونو ببینید یوتیوب. من امشب موزیکو منتشر میکنم که زودتر به گوشتون برسه و فردا هم سر همون ساعتی که بود دیگه، ساعت 8 ساعت 8 از همه سایت های رسمی قابل دسترس، موزیک قابل دسترس. اومدم ببینم کیا بیدارن، حالا که انقدر آدم بیداره و خب خیلی ای دیگه هستن که بیدارن ولی توی لایف نیستن. بیدار بمونید، من میخوام موزیکو منتشر کنم.